از دل کابوس باز می‌گردیم. روزهای پرفشار، پرتنش، بی‌ثبات، در خانه‌ها، در خیابان‌ها، در صداها، در تنها. حالا که انگار آتش بس شده، نه به معنی پایان، بلکه مثل نفس اول بعد از خفه شدگی. بعضیامون تازه متوجه شدیم که نفسامون حبس بوده. تنمون هنوز در حال آماده باشه. ذهنمون هنوز دنبال تحلیل و فهمیدنه و دلمون هنوز جا مونده وسط اون همه ترس و بلا تکلیفی. اگه حس میکنی خسته‌ای ولی نمیتونی بخوابی، اگه حس میکنی امنی اما انگار هنوز باید آماده باشی، اگه بغضت جاشو نمیدونه یا حتی گریت نمیاد، بدون که طبیعی ترین واکنش به یک وضعیت غیر طبیعی رو داری تجربه میکنی. برگشتن خودش یه مسیر تدریجیه. برگشتن به بدن، به احساس، به معنا، به جمع. اگه تونستی فقط 1-2 دقیقه با تن خودت تماس پیدا کن. دست روی سینه، نگاه به آسمون، لمس صورت یا یک صدای آشنا. با کسی که بهش اعتماد داری حرف بزن. از حال دلت بگو. ولو با لکنت، ولو بی ربط. و اگه هیچ کاری از دستت بر نمیاد، بدون که همین زنده موندن، همین بودن خودش یه اقدام بوده، یه مقاومت، یه وفاداری به زندگی. ما هنوز اینجاییم و همین کم نیست، نه برای امروز.